خب اومدیم تو ماشین یه دونه اسکرین پروتکتور بچسبونیم روی این اسکرین توییتا. خیلی مهمه، این صفحه گوشی میمونه، اگه بشکنه کلی هزینه‌اش میشه. یه دونه اسکرین پروتکتور شیشه‌ای اوردر دادیم از ایبی، اومده میخوایم بچسبونیم روش، تمیزش کنیم قشنگ، همونطور که روی گوشیاتون میچسبونین به همون نه میتونین روی اسکرین ماشیناتون هم بچسبونین. قشنگ دقیق صفحه رو تمیز کنیم، گرد و خاکاشو بگیریم که هوا زیرش نیفته. اینم پروتکتورش هست، بازش کنیم قشنگ میکشیم که بچسبه. یه گوشهشو میگیریم، لایه دومشو بلند میکنیم، تمام. خیلی خوبه. اگه این صفحه اینا بشکنین 1200 پوند کمترینشه، یعنی واسه کوچکترینش 1200 پوند میگیرن عوضش کنن، مخصوصا برای خانومایی که با ناخن میزنن. این خیلی خوبه. روشنش کنیم ببینیم کیفیتش چجوری شد، تاچش چجوری شد، امتحان کنیم تاچشو ببینیم چجوری میشه. خیلی عالی، اصلا تغییری نکرد. خیلی خوب شد، عالی.